سلام مجدد، مجموعه زران هستیم. تو ادامه اون ویدیو قبلی که جلو آفتاب داشتیم خشک میکردیم، ببینین اینا سایه خشکن، رنگشون رو مجدد نگاه میکنین، ببینین اونا به این شکل شدن که اینا برای خورشت استفاده میشن، آش استفاده میشن. و این هم آلوهایی هستش که خوش شده، حالا کم خوش شده و مجبور شدیم برداریم بیاریم داخل و در نهایت بسته بندی میشن و به این شکل، حالا به صورت نمونه بسته بندی میشن و دوستانی که نمونه بخوان نمونه براشون ارسال میشه. دوستانی هم که حالا عمده میخوان معمولا نمونه براشون ارسال میشه. دوستانی هم که تک میخوان و خدمت شما عرض شود که بسته معمولی میخوان، اونا هم براشون ارسال میشه، ولی خب یه مقداری ممکنه زمان بر بشه چون سفارش ها هم زیادن. الان در حال حاضر از 1 تن برگ زردآلویی که بوده همینقدر مونده، یه مقدار هم توی سردخونه موجوده و در نهایت هلوش 60 یا 70 کیلو مونده و بخواد بره. و فعلا آلوهامون آماده میشه، آلو خورشتی هامون آماده میشه و برای دوستان سراسر ایران ارسال میشه.